با درود و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه با یک برنامه زنده دیگه در خدمت شما همراهان همیشگی و خوب برنامه‌های زنده آوای بوف هستیم. امشب همونجور که اطلاع دارید قسمت دیگری از کتاب جهانهای موازی رو همراه با مترجم خوب کتاب جناب مهندس علی هادیان و سرکار خانم بدیعی با هم بررسی خواهیم کرد. خیلی خوشحال میشم که برنامه رو با دوستان پی بگیریم. سلام، شب شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما آقای قره‌داغی و همینطور همه دوستان. وقتتون به نیکی، حالتون به نیکی و خوشحالم که دوباره میتونیم یه برنامه دیگه کنیم. سلام به شما جناب مهندس هادیان عزیز، خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم، افتخار دادین بازم جلسه در خدمت شما و خانم بدی و مخاطبین خیلی خوش عزیزمون هستم. آمدید آقای هادیان. اول اینکه من روز مهندس رو به شما دو بزرگوار تبریک میگم و همینطور همه مهندسین عزیزی که این برنامه رو با ما همراهی میکنن. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید. بله ممنون. من هم به هر دو عزیز تبریک میگم این روز رو. به هر حال ساختن فرقی نمیکنه، ساخت و سر کسی که میسازه، چه افکار رو بسازه، چه توی آزمایشگاه بخواد چیزی رو بسازه یا توی پل بسازه یا ساختمون بسازه. به هر حال مهندسی افکار هم به نظر من مهندسی حساب میشه. حالا مهندس هادیان که دیگه به هر حال مهندس بسیار مفید و بسیار ارزشمندی هستن برای جامعه ما. سلامت باشین. منم به شما جناب مهندس تبریک میگم روز مهندس و به همه مخاطبین محترممون که رشته فنی خوندن. بسیار عالی. خب بریم سراغ موضوع این برنامه از کتاب جهانهای موازی. فصل 11 رو با هم مرور میکنیم در باب فرار از جهان. آرتور سی کلارک میگه که فناوری که به حد کافی پیشرفت کرده و نوین باشد هیچ فرقی با سحر و جادو ندارد. این فصل خیلی هیجان انگیزه نسبت به فصل‌های گذشته. میخواد بگه که آیا ممکنه که بتونیم یعنی به یه حدی از هوشمندی برسیم که از این جهان فرار کنیم به یک جهان دیگری. امیدوارم که این برنامه برای هممون مفید باشه و بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. آنطوری که به نظر میرسد سرنوشت نهایی حیات جهان با فروپاشی الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها یکی باشد. بر اساس یک مقیاس کیهانی روشن می شود که زندگی چقدر زود گذر است. دوره‌ای که بتوان در آن به حیات و زندگی پرداخت. تنها در یک نوار باریک متمرکز شده است. دوره‌ای که ستارگان آسمان شب را روشن می کنند. با پیر شدن و سرد شدن عالم امکان ادامه زندگی دیگر وجود ندارد. در این مورد قوانین فیزیک و ترمودینامیک کاملا روشن هستند. اگر فرایند انبساط جهان همچنان ادامه داشته باشد، هوشمندی ما که آن را می ستاییم نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. اما اگر این کاهش دما بسیار آهسته و در طی قرنها رخ دهد، آیا این احتمال وجود دارد که تکنولوژی پیشرفته راهی برای گریز از این شرایط بیابد و خود را نجات دهد؟ آیا با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی تمدن‌های زنده در جهان می‌توانند از عصر یخبندان گذر کنند؟ آقای هادیان، اگر دوست دارید یک توضیح ابتدایی رو بفرمایید تا بریم سراغ اصل موضوع. فصل 11 به این میپردازه میچیو کاکو که
اگه اون اتفاقی که توی فصل قبل پیش بینی کرد رخ بده واسه جهان، یعنی خلاصش این بود که اندازه‌گیری‌های فعلیمون نشون میده که این انبساط در جهان هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه و خاطرتون هست گفتیم ستاره ها سوخت خودشون رو تموم خواهند کرد. بله. بعد در یه فاز دیگه از عمرشون مثلا کوتوله‌های سفید اونا هم چند میلیارد سال ادامه میدن یا چند هزار میلیارد سال، بالاخره اونا هم تبدیل میشن به توده های خاکستر هسته‌ای. اگه همینطوری جهان مدام انبساط پیدا کنه و سرد و سردتر بشه، نهایتا فقط سیاه‌چاله ها میمونن. سیاه‌چاله ها هم خب اگه این پرتو هاوکینگ واقعیت داشته باشه، اونا هم به تدریج تبدیل میشن به پرتو و میریم به یک جهان کاملا سرد که بهش میگیم یخبندان بزرگ که تمام جهان نزدیک نقطه صفر مطلق میشه دیگه. پردازش اطلاعاتی هم نمیتونه صورت بگیره، فقط توی جهان الکترون و نوترینو و فوتون خواهد داشت با دانش امروز ما. اینا فقط تجزیه میشن، بقیه همه دیگه نهایتا تجزیه خواهند شد به این سه تا. خب اگه چنین اتفاقی رخ بده، حالا تو این فصل میخواد ببینی که آیا میتونیم از این جهانی که داریم، یعنی این یونیورس فعلی، فرار کنیم و بریم به جهانهای دیگه. و یه سری فرضایی که دانشمندا راجبش تحقیق کردن صحبت شده تو این فصل بیان میکنه. یه مقداری اینجا صحبت‌های این فصل علمی تخیلیه. آره. حالا من توضیح خواهم داد، شاید واسه مثلا مخاطبات جذاب باشه، ولی خودم شخصا مثلا این فصل 11 اصلا دوست ندارم. آره، ابتداش هم حدود 3-4 صفحه فقط داستان تخیلیه. یعنی کلا به نظر شما این کتابای علمی تخیلی رو پیشنهاد نمی‌کنید نه؟ چی رو؟ یوال حراری؟ مثلا کتاب‌های علمی تخیلی رو میگم پیشنهاد نمی‌کنید؟ مخالفی؟ چی رو؟ کتاب‌های علمی تخیلی رو. من داستان‌های علمی تخیلی رو پیشنهاد میکنم. هر چقدر که دوست دارین فیلم علمی تخیلی، یه دونه فیلم علمی تخیلی نیست من ندیده باشم. خود میچیو کاکو هم خیلی خیلی فیلم میبینه. تقریبا تو این کتاب هم راه به راه توضیح میده، هم رمان علمی تخیلی خیلی میخونه، هم فیلم های علمی تخیلی و همه رو دیده. منم که علاقه‌مندم، یعنی اخلاق من این نظر شبیه میچیو کاکوه. خیلی فیلم های علمی تخیلی دوست دارم و رمانش هم هرچی گیرم بیاد میخونم، ولی علمی تخیلی هن اونا برای تفریحه، برای لذت بردنه، برای اینکه آدم مثلا متوجه بشه که در چه شرایطی امروز داریم زندگی میکنیم. وقتی شما آینده رو میبینی و پیشرفت‌های علمی و اینا، میفهمی که الان فرصت خیلی خوبیه. همین مقدار از دانش و فناوری که داریم همین الان باید ازش استفاده کنیم و دستاورد خوبی هن. من ازشون نتیجه میگیرم که دنده عقب دیگه نباید بزنیم دیگه. وقتی آینده دور رو میبینیم که چقدر تحولات به وجود خواهد آمد و چقدر ما جلوتر خواهیم بود، پیغام مستقیمش برای من اینه که خب همینایی که الان داریم پس حداقل ازش استفاده کنیم دیگه. بخوایم با گذشته یه پامون اونجا باشه، مثلا هی گیر باشیم که تمدن پیش اومده، گذشته ها هم گذشته، دستشون درد نکنه، قبلی های ما، پدران ما یه کارهایی کردن رسوندن به ما هم خب اینجا استفاده میکنیم، یه گام میبریم جلو. همه نظر عملی، همه نظر فکر و اندیشه و توضیح جهان و انسان و اینا.
ولی این که این دوتا با هم قاطیشن، خب من خودم شخصا نمیپسندم دیگه. یعنی یه کسی علمی تخیلی ها برای تفریح، برای انگیزه دادن، خیلی یهویی از این فراتر بریم دیگه به نظر من جایی نره، میره تو خیال پردازی و قصه و رویا و اینا. این که حالا مال کسایی که روحیه علمی دارن، توی شبه علم هم که خیلی مرسومه دیگه، این حرفا رو بشنوم بعد بگن خب این همونی بود که تو اون شعره نوشته بود، تو اون کتابه نوشته بود، عارفه گفته بود، مثلا این سیاه چالهه، نمیدونم این کرم چالهه همونه. یا اینکه این عرفانای جدید شرقی و غربی و اینا، و همونجوری که من بارها هم تو جلسات قبل گفتم، معمولا هم حقیقت جویانه نیستن و وقتی که نگاه میکنید آخر سر دارن نقشه میکشن واسه اون تراول 50 تومانی توی جیبتون. بله 100%. خب آقای هادیان، بریم در مورد تمدن‌های نوع 1 و 2 و 3 صحبت کنیم. با کمال میل فقط مخاطبین عزیزم بگم که هر چقدر که این فصل 11 علمی تخیلیه، منتظر باشن واسه فصل 12 که اونجا یه جمع‌بندی خیلی خوبی از کتاب میکنیم. میچو کاکو دیدگاه خودش رو میگه، هفته آینده رو خلاصه از دست ندین. بله. خب آن سوی جهان‌های چنگانه. بله، جهان‌های چنگانه که جمع‌بندی اونجا خواهیم بشه از کل کتاب. خود میچو کاکو همین کارو کرده. من میخواستم بگم که فصل 11 رو داشتم گفتم خودم دوست ندارم. اصلا موقعی که داشتم ترجمه میکردم جونم رو گرفت، انقدر که طولانی مطالبش هم متفرقه، چیزی هم نیست که من خیلی خودم علاقه من باشم. ممکنه البته واسه مخاطبا جالب باشه که حالا امروز مرورش میکنیم. بله. خب اول میچیو کاکو تو این فصل میپردازه به اینکه توی کیهان تمدن‌ها رو فیزیکدان‌ها به چند نوع تقسیم کردن که این به درد بخوره برای اینکه وضعیت فعلی خودمون رو بدونیم، جالب توجهه. میگه که یک تمدن نوع 1 داریم، تمدنیه که تقسیم بندی ساده‌ای میمونه تو ذهنتون برای اینکه ببینید ما به کجا داریم نگاه میکنیم توی علم ها. میگه تمدن نوع 1 تمدنیه که به تمام انرژی که از ستاره خودش میگیره مسلط شده باشه. یعنی مثلا اگه یه سیاره ای داره کنار یه ستاره، فرض اون بر اینه که الان تمدن‌ها به این شکل باشن دیگه، همشون کنار یه ستاره‌ای باشن ازش انرژی بگیرن، بتونه تمام انرژی که از ستاره میگیره اینو کنترل کنه و مورد استفاده قرار بده. یعنی واسه یه تمدنی در مقایسه با تمدن ما میشه یه تمدنی که همه انرژی خورشید رو که به سطحش میتابه بتونه کنترل کنه. بنابراین نتیجهش این میشه که تمدن نوع 1 تمام اتفاقات توی سیاره‌ش رو میتونه کنترل کنه، چرا که همه اتفاقات روی سیاره در اثر دریافت این انرژی دارن رخ میدن. بنابراین تمدن نوع 1 تمدنیه که میتونه طوفان‌ها رو کنترل کنه، از هر جای سیاره بخواد آب برداره ببره جای دیگه سیاره، آب و هوا رو کاملا کنترل کنه، چون همه انرژی که تو سیاره هست در کنترلش هست. بتونه هر جایی که خواست شهر بسازه، طوفان‌ها رو کنترل کنه، هر جایی خواست طوفان ایجاد کنه یا هر جایی که خواست طوفان‌ها رو بین ببره. ما هنوز به این تمدن نوع 1 نرسیدیم دیگه. بنابراین ما یه مقداری طول داره تا برسیم به این تمدن نوع 1. محاسبات نشون میده که
ما بین 100 تا 200 سال فاصله داریم تا برسیم به این نقطه. امیدوارم که تا 100 سال برسیم. اینو چجوری حساب میکنیم؟ میایم میگیم که خب کلا انرژی چقدر خورشید داره به ما میده، اینو میتونیم حساب کنیم چون که سطح کره زمین رو داریم دیگه. بله. انرژی که داره بهش میتابه میتونیم متوسط گیری کنیم ببینیم چقدر داره انرژی بهمون میده. تقریبا مثلا 10 به توان 16 وات میشه. اونایی که این با اینا واحد آشنا هستن. خب به 10 به توان 16 وات یعنی یه دونه یک بذاریم 16 تا صفر جلوش. چنین انرژی که اگه بخوایم بدونید چقدر میشه، مثلا یه لامپ رشته معمولی 100 وات دیگه. ببینید چند تا لامپ میشه. این مقدار انرژیه که داره. وات هم میدونید، وات واحد انرژی نیست، واحد توان. نمیتونیم بگیم انقدر انرژی گرفتیم، یعنی انرژی در واحد زمان میشه توان یا وات. اگه بخواید انرژیشو حساب کنین باید بگین کیلووات ساعت، مثلا همونی که کنتورهای ما میسنجه، اداره برق هم میاد ازمون پولش رو میگیره. خب پس میتونیم حساب کنیم که چقدر وات شد. کی میرسیم به اون؟ نگاه میکنیم الان چقدر دارن همه کشورهای جهان انرژی مصرف میکنن، میتونیم حساب کنیم. رشدش چقدر میتونیم حساب کنیم. 2-3% در سال رشد میکنه. این یه محاسبه ساده میتونه نشون بده که ما چند سال طول میکشه تا برسیم به اون مقدار انرژی که خورشید داره ما میده. ما الان نمیتونیم انرژی رو که خورشید به زمین داره میده کنترل کنیم، مصرف کنیم. ما الان از چه انرژی داریم استفاده میکنیم؟ از انرژی‌های فسیلی، یعنی انرژی‌هایی که قبلا خورشید داده به کره زمین. اینا به شکل موجودات زنده جذبش کردن اینو، بعد اینا فسیل شدن. حالا ما از اعماق زمین در میاریم اینا رو استفاده میکنیم. انرژی که داریم استفاده میکنیم انرژی فسیلیه عمدتاً. ولی بین 100 سال تا 200 سال این حساب کتاب نشون میده که ما میزان مصرف انرژیمون به اون مقداری خواهد رسید که خورشید داره بهمون میده. بنابراین تبدیل میشیم به تمدن نوع یک. پس تمدن نوع یک شد تمدنی که میتونه مقدار انرژی مصرف کنه که معادل انرژیه که ستارهش داره بهش میده. اگر که به اینو تقسیم بندی کنیم، ما به 1 نرسیدیم. حالا قبل از 1 رو به 10 قسمت تقسیم کنیم، انرژی ما تقریبا 0.7. پس ما یه تمدن با این تقسیم بندی، ما تمدن نوع 0.7 که به 1 هم هنوز نرسیدیم. تمدن نوع 2 و 3 رو الان میگم، ولی مطلبی که اینجا خیلی مهمه اینه که گذارمون از این تمدنی که الان داریم 7 به تمدن 1، یعنی تمدنی که کل سیاره رو کامل تحت کنترلمون بگیریم. عرض کردم دیگه تمدن نوع 1 دیگه طوفان زده نمیشه، طوفان نمیاد خرابش کنه، زلزله خرابش نمیکنه، مثلا فجایع طبیعی توش وجود ندارن. چرا که میتونه کنترلشون کنه. اونا رو انرژی کافی داره که بره یه طوفان رو کنترل کنه، نذاره مثلا برخورد کنه به ساحل، یا اصلا انرژیشو مهار کنه، خاموشش کنه، یا آتش فشان ها رو همونطور، زمین لرزه ها رو بتونه کنترل کنه. خب این در پیش روی ماست، ولی در مرحله حساسی قرار داریم. هم میچیو کاکو هر جایی که فرصت کنه به این اشاره میکنه، هم بقیه دانشمندا هر جایی که فرصت کنن به این اشاره میکنن، هم من خودم خطرش رو خیلی
خیلی لمس میکنم الانم که روسیه امروز به اوکراین حمله کرد، فکر نمی کردیم تو قرن 21 از اینجور کارا دیگه اتفاق بیفته. سازمان مللی هست، این خودش عضو شورای امنیت مال چیزی اینه که کسی به کسی حمله نکنه با بهانه واهی. کشورها باید مرز هم به رسمیت بشناسن. جنگ جهانی اول و دوم به همین سادگی شروع شده، هر دوتاش لجبازی‌های کوچیک. یه موقعی آخه جنگ‌های این دوتا جنگ جهانی توی قرن 20 نشون داد که به راحتی میتونه حماقت یه رهبری بیفته، همینجوری اتفاقات پشت سر هم پیش بیاد، یهویی دنیا رو به آتیش بکشه. و این بار اگه دنیا به آتیش بکشه میریم سراغ جنگ هسته‌ای که دیگه چیزی نمیمونه از این تمدن. اینو میخواستم بگم، چیزی که همه ازش نگرانن این تمدن رسیده به سلاح هسته‌ای، یعنی به یه مقدار انرژی که ویرانگره و میتونه خودش رو نابود کنه. از سالهاست دارن میگن احتمالاً خیلی از تمدن‌ها نمیتونن از این مرحله بگذرن، میرسن به یه سطحی که میخوان از اون سطح انرژی رد بشن، خودشون رو نابود میکنن با اون انرژی. بنابراین بارها و بارها دیدم مثل این انفجار اتمی رخ بده. ببینید شوخی ما میشنویم و دوستان کسایی که داریم میبینید ما میشنویم اینها، ولی جدی یهویی رخ بده چیکار میخوایم بکنین؟ هیچکی دیگه کاری نمیتونه بکنه. میخوایم متاسفم دیگه فایده نداره. یه کارایی کردیم، یه دگمه است اشتباهی بزنه یه کسی کار تمومه. اصلا ما طوری هم به طور اتوماتیک عکس العمل نشون میده، کسی نمیتونه کنترلش کنه سر یه حماقت کوچیک، سر یک چیزی که یه مرزی رو میخواد بره بگیره. الان ما داریم از تمدن نوع یک صحبت میکنیم. تو تمدن نوع یک دیگه مرز نداریم که، همه روی سیاره هست یا انرژیش استفاده میکنیم. خب این مرحله خطرناکه. نمیخوام پیازداغش رو زیاد کنم، ولی منظورم اینه که این مرحله خطرناکی واسه تمدن ها. حتی بعضی دانشمندان میچوکاکو هم موافقه، بارها میگه شاید این که تمدنایی پیدا نمیکنیم دور و برمون توی اطرافمون به خاطر اینه که خود تمدن خودش ناپایداره. ناپایداریش اینه به یه جایی که میرسه خودش رو نابود میکنه. شاید علتش اینه ما نباید سر خودمون کلا بذاریم. میچیو کاکو بارها میگه، بقیه دانشمندا هم میگن، چون همه موافقن من هی میگم از قول میچیو کاکو، چون تو این کتاب هم بارها گفته، میگه ما گونه هوشمندیم خیلی خودمون رو دست بالا گرفتیم، هیچ معلوم نیست و هوشمون رو نشون بدیم در این که خودمون رو نابود نکنیم. اگه این مغز بزرگ ما بخواد برسه به وقتی که ما سیاره رو نابود کنیم و خودمون رو نابود کنیم که معلومه که هوشمند نبودیم دیگه. نباید مغرور بشیم، باید مواظب باشیم. میگه تو این فصل میگه ما خصلتایی که از جنگل آوردیم همچنان داریم. منم باش موافقم. ما همون آدماییم که همین جدیدن توی غار زندگی میکردیم و این مثلا 30-40 هزار سال بیشتر نمیگذره که بعضی وقتا همون خصوصیات رو داریم، مثلا حواسمون نیست و ممکنه که این واسه همون فاجعه بار باشه. بنابراین همه باید دقت کنیم که الان من تحسین میکنم کسایی که تو روسیه دارن تظاهرات میکنن، سر و صدا میکنن. خب برای چی حمله کردی؟ که چی این همه آدم خودت یا طرف مقابل داری میکشی؟ یه اتفاق بعد دیگه هم که افتاد، حالا مربوط میشه به سرنوشت سیارمون، که الان 2-3 ماه به دروغ داره میگه من نمیخوام حمله کنم. قرن 21 رو به گند کشید دیگه. آدمای زیادی در سطح یک قدرت بزرگ، در بالاخره تو رسانه ها، سیاست مدارا صدها بار گفتن ما نمیخوایم حمله کنیم به اوکراین، در حالی که میخواستن حمله کنن. دروغ داشتن میگفتن. خب اینجوری تمدن میخوایم بسازیم؟ وقتی که شما راست راه میرید توی قرن 21 دروغ میگی، بعدش هم توجیه میکنی. خب توجیه دیگه فایده نداره. خب به این ترتیب در یه مرحله خطرناکی هستیم که برسیم به تمدن نوع یک.
میچیو کاکو میگه تمدن نوع 2 و 3 که معنا خواهم گفت اونا پایدارن، اونا به جایی رسیدن که خودشون رو نابود نمیکنن، ولی تمدن نوع 2 تمدنیه که میزان مصرف انرژیش برابر با تمام انرژی که یه ستاره تولید میکنه. بنابراین حساب کنید که اگه تمدن ما به جایی برسه که بتونیم بریم سراغ خورشید و همه انرژی که خورشید داره تولید میکنه کنترل کنیم و ازش استفاده کنیم، یعنی کلاسمون بره در سطح انرژی شدن، انرژی استفاده از انرژی یه ستاره، میشیم تمدن نوع 2 که این دیگه میتونه ستاره روشن کنه برای خودش، ستاره خاموش کنه. این میتونه مثلا تمدن ما روی سطح سیاره خطرات زیادی تهدیدش میکنه دیگه. ما الان مثلا یه دونه شهاب سنگ بزرگ بخوره نابودیم، مثل 65 میلیون سال پیش دایناسورها رو نابود کرده دیگه. میدونیم هم که میخوره 10 میلیون سالیه و الان هم نوبتمونه تقریبا. میدونی که این خیلی جدیه و خیلی پول خرجش میشه که سیارک هایی که دارن میان سطح زمین شناسایی کنیم. چند تا خطر داره ما رو تهدید میکنه، خطرهای کیهانی غیر از این داخلی ها، جنگ و هسته‌ای و بیماری های واگیردار و اینا. یه تعداد خطرات کیهانی داریم، اونا یکی از مهمترینش انفجارهای ابرنواختری اصلا خیلی وحشتناکن، یعنی اگه رخ بدن فرصت هیچ کاری نمیدن، پودر میشیم. اگه در فاصله چند 10 سال نوری این اطرافمون یه انفجار ابرنواختری رخ بده، اشعه گاماش کل ستاره ما رو گداخته میکنه، تبخیر میکنه، دیگه فرصت کاری نمیده. تمدن‌های نوع 2 میتونن اینا رو تشخیص بدن در اطراف خودشون و بذار اینو یکم بهتر بگم. عکسشو گذاشتن آقای مهندس. شما حساب کنید یه دونه ابرنواختر تمام تمدن‌های نوع 1 اطرافشو در فاصله چند صد سال نوری نابود میکنه. بنابراین همون جوری که میچیو کاکو خیلی تاکید میکنه، اصلا زندگی هوشمند، این چیزی که ما داریم روی سیاره یه چیز خیلی ناپایداریه، در دوره‌های کوتاهی ممکنه رخ بده، خیلی خطرات تهدیدش میکنه که ما الان داخلیاشو میدونیم، خطرات کیهانیش هم میدونیم. اگه از این مرحله تمدن نوع 1 رد شیم، داغون نکنیم خودمونو و برسیم به تمدن نوع 2، این خطرات رو بعد میتونیم توی کیهان خودمون کنترل کنیم. یعنی مثلا یه ستاره‌ای که داره منفجر میشه، بریم یکم دستکاریش کنیم که این منفجر نشه یا جابجاش کنیم. به این ترتیب به تمدن‌های نوع 2 خیلی کارا میتونن بکنن. میگه که ما 1000 سال تا 5000 سال طول میکشه که بشیم تمدن نوع 2. حالا اگر کسی تا 1000 سال دیگه زنده باشه که این احتمالش هست، بعضی دانشمندا میگن اولین کسی که 1000 سال عمر کنه به دنیا اومده، چون فناوری افزایش طول عمر خیلی یعنی بعضی دانشمندا اینو میگن اولین کسی که شناسنامه‌شو دستش بگیره توش تاریخ تولدش رو حساب میکنه 1000 سالش بشه، الان داره شناسنامه‌اش صادر شده. هادیان یه سوالی که مربوط میشه به همین تمدن نوع 2، اگر مثلا آیا قابلیت اینو داره این تمدن که بتونه یک شهاب سنگی که ممکنه برخورد بکنه به کره زمین رو مهار بکنه؟ بله دیگه. همین الان مثلا میشه
در همین زمان کنونی که داریم زندگی می‌کنیم که مهار کنه که مثلا نخوره به زمین؟ ممکنه؟ تمدن نوع یک کاملا میتونه اینو مهار کنه. تمدن نوع یک انرژیایی داره که راحت شهاب سنگا رو دیگه کنترل میکنه، چون یه سیاره رو میتونه کنترل کنه. بنابراین تمدن نوع یک بشه دیگه این خطر تهدیدش نمیکنه. ما هم که الان 17میم یه امکاناتی داریم برای ردگیری تغییر مسیر سیارکایی که خطر اینو داشته باشن که به سیاره زیبای ما برخورد کنن و فاجعه ایجاد کنن. خب از امیدوارم که اونی که 1000 سال دیگه عمر کنه برسه به این موقعیتی که یعنی دیگه 5000 سال طول نکشه، سر 1000 سال اینا برسن به اون سطح، بتونن خلاصه حالشو ببرن دیگه. و البته تمدن نوع 3 باز یه مرحله، هر کدوم از اینا 10 میلیارد بار بیشتر از تمدن نوع قبلشون میتونن انرژی مصرف کنن یا بگیم انرژی مهار کنن، فرقی نمیکنه دیگه، شما مهار که کردی مصرف میکنی. خب اون 3 تمدنیه که میتونه انرژی یک کهکشان رو کنترل کنه و مصرف کنه. همه میلیاردها ستاره یک کهکشان. تمدن نوع 2 که مال یه ستاره رو کنترل میکنه میتونه سفرهای میان ستاره‌ای انجام بده، بره این ستاره بره اون ستاره، این ور کهکشان اون ور کهکشان، ولی کل کهکشان در کنترلش نیست. مثل ما که الان تو منظومه خودمون این ور اون ور میریم ولی کنترلی روش نداریم. تمدن نوع 3 10 میلیارد برابر انرژی بیشتری رو کنترل میکنه و میتونه یه دونه کهکشان رو مهار کنه و از انرژیش استفاده کنه. این چیزیه که تمدن‌های نوع 3 انجام میدن. میچیو کاکو ابراز خوشنودی میکنه، منم این واسه مهمه براتون از رو میخوام بخونم. میگه که من خیلی خوشحالم از این که تو این دوره دارم زندگی میکنم، یه دوره منحصر به فردیه. میگه گرچه تمدن ما هنوز کاملا ابتدایی است اما قبل از این نشانه هایی از یک تحول را مشاهده کرده ایم. واقعا دوره خیلی هیجان انگیزی ما داریم زندگی میکنیم از جهات مختلف و به همین خاطر همش باید نگاهمون رو به جلو باشه و گام برداریم سمت آینده. میگه در حقیقت خوشحالم از این که زنده ام تا شاهد این تحولات باشم. صفحه 377. بعضی این تحولات رو میگه. سال 2005 اینو نوشته ولی معلومه دیدش درسته، تو این 15 ساله تغییر زیادی نکردیم، فقط اونایی که تغییر کرده من میخوام بگم. اینترنت به عنوان یک سیستم تلفن نوع 1 پدیدار شده و این قابلیت را دارد که اساس یک شبکه مخابراتی سیاره‌ای در جهان باشد. الان دیگه شده یک شبکه مخابراتی سیاره‌ای در جهان. اون موقع هنوز نشده بود. موقع تازه اینترنت اومده بود. 5-6 سال بود. یادم من. خب شاید هم مثلا دیگه ماکسیموم در 15 سال بود. آره 1990 تقریبا اول بار. خب الان اینترنت دیگه فراگیر شده، هر جا الان ما رو دیگه واقعا مرتبط میکنه، هر جای جهان که هستیم با هم دیگه. میگه من خوشحالم که در دوره‌ای زندگی میکنم که این تحول رو میبینم. دوم میگه زبان، میگه زبان جامعه نوع 1 احتمالا انگلیسی خواهد بود که در حال حاضر شایع ترین زبان دوم مردم دنیاست. راجع به زبان امیدوارم یه بار بتونم با شما و دوستان
عزیزمون صحبت کنم که اوضاع زبان چطوریه، ما با چه وظایفی نسبت زبان فارسی خودمون داریم، مخصوصا شیطنت هایی که دارن راجع به زبان فارسی میکنن با این هشتگ من و فارسی، اینا خیلی باید مراقب باشیم. ما زبان ارزشمندی داریم واقعا. این چیزی که و باید خیلی مواظبش باشیم، خیلی بحثش مفصله، خلاص الان وارد نمیشم. ولی این که انگلیسی تو کاملا حاکم خواهد شد، اینجوری نشد. شاید مثلا میچیو کاکو پیش بینی نمی‌کرد ربات هوش مصنوعی انقدر سریع بیاد و به سرعت، ما انتظار داریم به سرعت ترجمه بشن زبانا به هم دیگه. یعنی شما خیلی نیازی نداری در آینده نزدیک اصلا به زبان دوم، خاطر اینکه فناوری‌ها به سرعت پیش میرن به سمت اینکه اصلا هر کسی با زبان محلی خودش حرف بزنه، هر زبانی که دوست داره، مسلطه، میپسنده. زیبایی شناسی زبان، چیز دیگه ای پشتش نیست. هر چیزی که دوست داری، حالتو خوب میکنه، لذت میبری ازش، با همون صحبت میکنی. و ربات ها، هوش مصنوعی اینا رو به هم دیگه ترجمه میکنه. البته که ما بایستی زبان خودمونو غنی نگه داریم برای اینکه ربات ها بتونن ترجمه کنن. اگه زبان ما قوی نگه داریم، به خاطر اینکه اون وقت نمیتونن ربات ها. چه اشکالی داره که همه زبان ها انگلیسی باشه؟ البته خب ارتباطی نداره به این موضوع برنامه‌مون. آره اینو میذاریم تو همون جلسه. جواب کوتاهتون اینه که هیچ فرقی نمیکنه، ولی الان تو دوره‌ای هستیم که اونا همراه زبانشون چیزای دیگه هم میخوان، یعنی دخالت میکنن. الان تو دوره دولت ملتاییم. الان ما نمیتونیم، یه دوستی همین امروز یا دیروز به من گفت، شایدم ببینه الان این لایو، من اهل کیهانم، یعنی حتی سیاره هم نه، تمام کیهان. خب بسیار خوب، ولی نگاه کن روسیه و اوکراینو، دیدی حمله کرد، دیدی اون مرز مهمه، مرز مهم نیست. خب الان اونایی که کنار اینور خط فرضی بودن الان امشب چه حالی دارن؟ خط فرضیه، مرز چیزی نیست که، مرز یه چیزی ما کشیدیم بی خودی. خب الان قبول کرد، مگه این طرف مرزیه قبول کرد این خط چیز مهمی نیست؟ داره غارت میکنه، از مرز رد میشه، میاد میشینه موبایل از دستمون میگیره. اینطوریه دیگه. وقتی که هنوز الان ما مرزا معنی داره واسمون، فرهنگا معنی داره، زبانهای مختلف معنی داره و باید حواسمون جمع باشه. مخصوصا ما که الان مدتی از نظر قدرت نظامی اینا خب عقب افتادیم و این حرفای خوشگل و اینا که زده میشه خیلی خوبه، ولی آخر سر اگه برسه کار به جای باریک میبینید که چی حرف آخر رو میزنه. قدرت نظامی داره دیگه، قدرت داره. الان هلیکوپترها شده قدرت نظامی و هسته‌ای بزرگ دنیا رو روسیه و آمریکا داره، حتی اروپایی هم ندارن، آلمان هم نداره. بنابراین حرف اصلی رو قدرت میزنه متاسفانه. دیکتاتورها انسانیت جایگزین قدرت بشه. نه، وقتی که قدرتمند میشی در اون جایگاه قدرت، دیکتاتورتر هم میشیم، یعنی اون فرد دیکتاتورتر هم میشه. و اینکه شب میخوابن و صبح بلند میشن که ببینن چگونه میتونیم اذیت کنیم، اون نوع اذیتی که به ملت ها میتونن وارد بکنن. یکی اینترنت رو قطع میکنه، یکی ساعت 5 صبح حمله میکنه، مردم رو آماده میکنه. اصلا گرفتاریم، بیچاره ایم، اون که باید جدا بحث کنیم واقعا. در سطح بالا با بقیه ملت ها من داشتم صحبت میکردم و حالا اونم که بگذاریم، مسئله زبان یه مسئله احساسی و عاطفی حق هر کسیه. من اصلا از من دوست دارم زبان فارسی و خب
هر چقدر میخواد اصلا تمام زمان کیهان قدرت نمیاره. خب من یه چی به برداشت دیگه کردم، فکر کردم شما مثلا انترناسیونالی فکر میکنین یا چه فرقی میکنه، زبان ها همه معادلن، مثلا بشر در سراسر گیتی معادله، اینا فکر کردم از نه، اون من اصلا زاویه دارین. تعصبی به هیچ زبانی ندارم، ولی معتقدم که شما که کارت راه بیفته بتونی ارتباط برقرار بکنی، چه فرقی میکنه حالا با زبان من باشه با زبان اون باشه. شما مثلا حرفتون رو درست فهمیدم، فرق میکنه. من همه توضیحات هم حالا خواستین راجع به این بحث میکنیم، من میگم فرق میکنه. تو دوره ای نیستیم که بگیم فرق، ما میریم انگلیسی حرف میزنیم. اولا که انگلیسی دوست نداریم، خب این زور که نیست، یه عده که نباید زور بشن به زبونی. حالا حتی برگردیم به موضوع کتاب، این تسلط انگلیسی به عنوان زبان دوم به احتمالاً اتفاق نخواهد افتاد، با اینکه خیلی الان به سرعت داره پیش میره و ما در سال 150 هزار تا کلمه انگلیسی داره وارد زبانمون میشه و باید این رو خیلی مواظب باشیم. بعد میره سراغ اقتصاد، میگه نظر اقتصادی مرزهای تجاری و وابستگی ها داره طوری میشه که مرزبندی بین کشورها از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. اینجا میچیو کاکو یه گریز درستی هم به سرمایه‌داری میزنه به نظر من و این همش شانسی این تحولات با حمله امروز روسیه گره میخوره. مثلا ما یه بحث روشنفکری داریم، شاید بیننده‌هام چیز باشن، علاقه‌مند باشن، مشکلاتی که سرمایه‌داری داره، نابرابری به وجود آورده، استثمار به وجود آورده، اینا مورد بحثه. ولی میچیو کاکو به یه امتیاز خیلی خوب سرمایه‌داری داره اشاره میکنه، اون که سرمایه‌داری این جهانی شدن رو ترویج میکنه به خاطر منفعت خودش و این جهانی شدن به نحوی کنترل میکنه جنگا رو. الان میبینیم اگر که اقتصاد روسیه بیش از حال حاضر تنیده شده بود در یه اقتصاد جهانی، به این راحتی تانکاشو راه نمینداخت بره یه آدمو بکشه. کما اینکه شاید چین هم دلش بخواد به تایوان حمله کنه، ولی خیلی خیلی مشکل برای چین که یه جنگی را بندازه. از این میگذرم، فقط اشاره میکنم که میچیو کاکو اینجا میگه این پیشرفت ما موجب میشه که مرزها معنیشو از دست بده و منافع اینقدر در هم تنیده میشه که هیچ کشوری و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی ما رو بگیره که به یه تمدن نوع یک برسیم، یعنی همه چی رو انحصاری کنه و نذاره که پیشرفت ادامه پیدا کنه. میگه البته در مورد بعدی میگه جنگ همواره با ما خواهد بود، اما با ظهور یک طبقه متوسط سیاره‌ای که بیشتر به جهانگردی و جمع‌آوری ثروت و منابع علاقه‌مند است تا غلبه بر دیگران و کنترل بازارها یا مناطق جغرافیایی، طبیعت جنگ تغییر خواهد کرد. امیدوارم که این اتفاق بیفته، منافع و دیگه خیلی سخت بشه با جنگ به دست آورد. بیشتر مردم، یعنی سیستم طوری باشه که شما با صلح و دوستی و رفت آمد و بدبستون و تجارت و سرمایه‌گذاری اینا بتونی منافع به دست بیاری، نه اینکه با تانک. بعد به مسئله آلودگی اشاره میکنه، میگه به طور فزایندی در مقیاس سیاره‌ای الان مطرحه و بیشتر خواهد شد که این هم که درسته و به شدت باید باش براش راه حلی پیدا کنیم و بالاخره پیش بینی میکنه که مشکلات جهانی محیط زیست راه حل‌های جهانی را سرعت میبخشن. یه اتفاق افتاده، اگه اون ترامپ دیوونه نبود 4 سال پیش از اون معاهده جهانی بیرون نمیورد آمریکا رو، الان اهداف محیط زیستی بهتر تامین شده بود، یعنی نزدیکتر شده بودیم. ولی خب به هر حال داریم در اون جهت حرکت میکنیم. محیط زیست ما بیشتر از هر چیزی به ما نشون میده که چقدر ما با هم یک پارچه ایم.
یه سیاره داریم اصلا نمیتونید تصور کنید، یه جایش ما یه کاری میکنیم دیگه به کسی مربوط نیست. الان تو محیط زیست کاملا مشخص شده آقا همه چی به همه چی رو این سیاره مربوطه. شما نمیتونی مثلا گاز گلخانه‌ای تولید کنی بگی به من چه مربوطه مثلا، نه اثر میذارن همه رو هم. یه دونه محیط زیست بیشتر نداریم که کاملا تحت تاثیر کارهای همدیگه واقع میشیم و باید با هم حلش کنیم. و بعد میپردازه به محدودیت منابع موجود. به نظرم بعد 15 سال نظرش عوض شد. منابع موجود، بله زمانی که منابع موجود به پایان برسند میگه که فشار فزاینده‌ای میاد و اگه نتونیم حلش کنیم با قحطی و خشکسالی مواجه خواهیم شد. در کتابای چند تا کتاب بعداً خانم بدی اینو بگم، میچیو کاکو این کتابو که نوشت از مصاحبه هایی که کرد و مطالعاتی که کرد تا این کتاب بنویسه علاقه‌مند شد به موضوع آینده و بعد کتاب‌های بعدی فیزیک و اینا رها کرد رفت سمت آینده. یک کتاب اول نوشت فیزیک غیر ممکن‌ها، بعد نوشت فیزیک آینده، بعد آینده بشریت، رفت تو آینده. البته کتاب اخیرش دوباره برگشته تو فیزیک راجع به نظریه ریسمان هاست، اسمش هست معادله خدا، ترجمه هم شد. ولی اینو فقط یاد افتاد که بگم اینجا نشون میده، تو این فصل نشون میده که علایقش به سمت آینده رفته. شنونده و بیننده های عزیز ما هم که به آینده علاقه‌مندن مواظب باشن کتابای علمی بخونن در مورد آینده. خیلی کتابای علمی خوب هست که داره فناوری‌های آینده رو توضیح میده و به نشون خواهد داد که جوان‌ترها در چه دنیایی زندگی میکنن. در دنیایی زندگی میکنن که با مال ما خیلی فرق میکنه. نهایتاً از اطلاعات اسم برده، اطلاعات تقریبا آزاد بوده و جامعه رو به سمت مردم سالاری هرچه بیشتر تشویق میکنن. این دوستان، این روندی که سیاره ما از نظر تمدنی داره پیش میره، داره میره به سمت آزادی اطلاعات، داره میره به سمت دموکراسی، مردم سالاری. من توی یه سری سلسله سخنرانیایی که همین اخیراً کردم اینو باز کردم که چطوری دستاوردهای علمی رسیده حرکت ما رو به سمت دموکراسی، آزادی بیان، حکومت دوره‌ای اجتناب ناپذیر کردن. اگر کسی اینطوری فکر نمی‌کنه فقط فرزند زمان خودش نیست، فرزند زمان خودمون باشیم. گذشته ها هرچی گفتن، هرچی تو کتابا نوشتن، دستشون درد نکنه. خب ما رو رسوندن به اینجا، ولی ما مسئولیم الان فکر کنیم چی درسته چی غلطه، با هم به توافق برسیم. و این توافق رسیدن مکانیسمش دموکراسی، آزادی بیان، تبادل نظر با هم دیگه داشته باشیم. و تو حوزه سیاست هم حکومت دوره‌ای، هیچ سیاستمداری حق نداره فکر کنه که من حالا اگه که رفتم اون بالا من صلاح و مصلحت جامعه رو تشخیص میدم، میبرم جامعه رو به سمت سعادت و خوشبختی. چنین چیزی وجود نداره که شما درک کرده باشی بقیه نفهمیده باشن بعد شما بخوای جامعه رو ببری به سمتش. منافع ملی، سعادت و خوشبختی جامعه یه چیزیه که باید با همفکری، با تبادل نظر، با استفاده دوره‌ای از سیاستمدارا، نخبه ها به دست بیاد، نه با روشی که تو کشور ما هست. خب سه هم گفتیم دیگه. بله. حالا بریم چقدر وقت داریم؟ حالا صدای من مثل اینکه قطع شد. من گفتم مثل اینکه از بحث سیاست و جنگ و اینا که صحبت کردیم یه مقدار از برنامه خودمون ظاهرا چیز شد، زمانش جابجا شد. تقریبا یه 8 دقیقه اینا وقت داریم. گفتم که اگر بتونیم یه جنبندی داشته باشیم در رابطه با موضوعات این فصل خیلی عالی تر میشه، چون برنامه یه ساعته رو راحت تر میشه توی اینستاگرام آپلود کرد. بخاطر واقعا
یه عمدی داشتم در اینکه این قسمت‌هایی که راجع به جامعه و سیاست و سیار و اینا میچوکاکو حرف زده بیشتر بپردازیم. بقیه فصلش خیلی چیزه علمی تخیلیه. حالا من واسهتون توی 8 دقیقه میگم. اولا یه طبقه بندی های دیگه هم میتونیم از تمدن‌ها بکنیم که توضیح میده بر مبنای قدرت پردازش اطلاعات، و بعد میرسه به اینکه حالا اگه نهایتا جهان ما برسه به یخبندان، یعنی هزاران میلیارد سال دیگه که منظومه شمسی که هیچی، تمام کهکشان ها، تمام سیاه‌چاله ها اینا تبخیر شدن، ما یه آینده خیلی دوریه و اگه بخوایم اون موقع بریم توی جهان دیگری فناوری‌هاش چی خواهند بود. یه مقدار توضیح داده. میگه قدم اول اینه که یه نظریه همه چیز داشته باشیم، یعنی یه نظریه فیزیکی که نظریه همه چیز که الان میدونیم یه نظریه‌ایه که بتونه مکانیک کوانتومی رو با نسبیت عام پیوند بده. الان بهش میگیم نظریه همه چیز. اینو هنوز نداریم. اگه بتونیم به دستش بیاریم اون موقع چند تا چیزو نام میبره که میتونیم جواب بدیم. یکی اینکه آیا کرپچاله ها پایدار هستن؟ کرپچاله ها جایی هستن که میتونن یه قطعه فضا زمانی یه جهان و یه قطعه فضا زمانی یه جهان دیگه یا خود همون جهان پیوند بدن. ما الان میدونیم که نسبیت عام مستلزم وجود کرپچاله ها هست، ولی هنوز نمیدونیم آیا اینا پایدارن، یعنی میشه ازشون با ثباتشون کرد. یه محاسبات نظریه های فیزیکیمون قدرتمند بشن خواهیم تونست به این جواب بدیم. بعد آیا واگرایی هایی نیز وجود دارن؟ واگرایی تو کرپچاله ها یعنی اون تونلایی که قرار ما رو ببرن به جهانهای دیگه. ممکنه که الان حدس میزنیم انرژی که از این یا تابشی که از این رد میشه میتونه برگرده دوباره از این رد بشه همون، و اگه چنین اتفاقی بیفته تابش بی نهایت میشه در مسیر این کرپچاله، یعنی میتونه تابش بره از اون ور دوباره برگرده بیاد سر جاش. و اگه چنین اتفاقی بیفته دیگه نمیشه ازش رد شد چون واگرایی داریم دیگه. آیا این واگرایی ها واقعی هستن یا نه؟ در عمل میتونیم اینا رو کنترل کنیم، یک محل امنی باشن، مثل اون عکسی که اول جلسه شما نشون داده یه نفر با کیف مسافرتیش رو افتاده بود داشت میرفت توی کرپچاله. آیا اونجوری امنه یا این که نه؟ سومی این که آیا میتوان مقادیر زیادی انرژی منفی یافت؟ خب انرژی منفی تو جلسات قبلا اشاره کرد میچیوکاکو که برای ساختن یه دونه کرپچاله ظاهرا ضروریه. مقدار زیادش رو نمیدونیم چجوری میشه ایجاد کرد، ولی نظریه همه چیز به ما اجازه میده. این تا اینجا واسه یک ساختن کرپچاله ها قدم اول اینه که نظریه همه چیز رو داشته باشیم تا بتونیم به این سوالایی که هست جواب بدیم. قدم دوم میگه شاید کرپچاله ها و سفیدچاله ها به طور طبیعی وجود داشته باشن در جهان، ما بتونیم پیداشون کنیم. اینجا هم توضیح میده که یه سری نظریات فیزیکی پیش بینی میکنن که اول سفیدچاله ها خیلی چیزای جالبی هن، کاش که تا حالا رصد شده بودن ولی رصد نشدن. سفیدچاله ها اون ور سیاهچاله ها هن. یعنی این سیاهچاله ها همه چی میره توش، از سفیدچاله میاد بیرون. یعنی یک کرپچاله‌ای باشه یه سیاهچاله رو میتونه به یه سفیدچاله وصل کنه، ولی مختصاتی که یه سفیدچاله داره ما هنوز رصد نکردیم توی جهان. اگه بودن حتما ما تشعشعاتی چطور سیاهچاله ها رو رصد کردیم، خب سفیدچاله ها رو هم میتونستیم ممکنه ولی باشن، هنوز ما رصد نکردیم. میچیوکاکو میگه خب دنبال اونا میتونیم بگردیم، شاید پیداشون کنیم. و کرپچاله هایی که در اثر پدیده های طبیعی به وجود اومدن مثل ریسمان های کیهانی، اینا یه نظریه‌ای هستن که
پیش بینی میکنن از همون ابتدای انفجار بزرگ ممکنه این کرمچاله ها وجود داشتن و انبساط پیدا کردن همراه جهان و الان یه گوشه‌ای باشن، مثلا یه جای جهان رو به یه جای دیگه وصل کنن. ما پیداشون کنیم دیگه کارمون راحته دیگه، واسه خودمون میتونیم اینور اونور بریم توی جهان. میگه خب ممکنه در آینده بتونیم اینا رو پیدا کنیم، هم سفید چاله ها رو که سفید چاله ها چیزهای خیلی قشنگی هن دیگه. ممکنه که مثلا اون ور سیاه چاله که داریم صحبت میکنه یه جهان دیگه باشه که توی سیاه چاله سفید چاله داره در میاد. خب قدم سوم یه ارسال یک کاوشگر به درون سیاه چاله است که میگه اغلب فیزیکدان‌ها عقیده دارن که انجام سفر از درون یک سیاهچاله میتواند مرگبار باشد به خاطر شرایطی که اونجا هست، ولی شاید بتونیم ربات بفرستیم که اینا رو بررسی کنه، کاوشگر بفرستیم که توضیح میده. قدم چهارم ساخت یک سیاهچاله به صورت حرکت آهسته. اینم یکی از احتمالاتی است که واسمون مطرحه. ما میچیو کاکو میگه در آینده شاید بتونیم یک ستاره‌ای که در حال تبدیل شدن به سیاهچاله است کنترل کنیم، با تزریق جرم بهش بتونیم آروم آروم سیاهچاله رو درست کنیم و کنترلش کنیم. منظورش اینه. این هم یکی از احتمالاتیه که شاید مثلا میگه تمدن نوع 3 رو در نظر بگیری که مجموعی از ستاره‌های نوترونی را در کنترل و تصرف خود دارد. مثلا میتونه ستاره نوترونی جابجا کنه اینا، بعد اون موقع میتونه ساختن یه دونه سیاهچاله برای خودش کنترل کنه. در واقع داره یک سری پیشنهاداتی میده دیگه برای اون آینده که بفرمایید. خواهش میکنم. هم درس کردم بیشتر داره یه جای پیشنهاد میده که در آینده میتونیم این کارا رو بکنیم، در واقع اینکه برای اون اینکه برسیم به اون سطح اون تمدنی که مد نظر هست. آره حالا من دیگه نمیدونم اینو دیگه میگم. من به نظرم میرسه سری یادداشت‌ها داشته آخر سر گذاشته تو این بخش. من بودم اینا رو ناشر نذاشت، من بودم اینا رو ترجمه نمی‌کرد. یعنی چیزایی نیست واقعا غیر از این که ذهن رو میتونه خیلی چیزای فیزیکی تر داریم غیر از اینا. حالا دیگه به هر حال تو کتاب هست، چیزم نیست. فیزیکدانا راجبش حرف میزنن، یعنی حرفای من در آوردی نیست، همه هم اسم میبره توی کتاب، منتها مبهمن. قدم پنجم ساخت جهان نوزاده. اینم یه فیزیکدان یه بار اشاره کرد، آلن گوس هم پیگیری کرد. مال نظریه تورمیه. ما میدونیم که اگه بتونیم یه مقدار کمی از انرژی رو به مقدار بسیار زیاد متراکم کنیم یا دماش رو ببریم بالا، امکان داره که یه جهانی بتونیم توی جهان خودمون به صورت نوزاد ایجاد کنیم. اون موقع این جهانه جای ما رو تنگ نخواهد کرد ها. فضا زمان چاربعدی ما یک نقطهش بزرگ میشه یه جهان. ما نمیفهمیم که اون جهان به وجود اومد تو خودش، ولی یه جهان چاربعدیه. انبساط فضا زمان این اجازه رو میده یه نقطه‌ای بشه یه جهان. از این ور ما چی میبینیم؟ از این ور ما یه کرمچاله میبینیمش که به وجود اومد الان. از اون ور اون ور میبینه که یه انفجار بزرگ اومد بیرون و شد یه جهانی. و نظریه تورم میگه که ما هم خودمون از اینجا اومدیم بیرون. ما یه نقطه فضا زمان متورم شده اومدیم الان که نگاش میکنیم میگیم ما یه انفجار بزرگ در اومدیم. نظریه تورم در واقع اجازه میده که این اتفاق دوباره هم رخ بده در همین جهان، که میشه بنابراین تعبیر میکنه ساخت جهان نوزاد که
ممکنه فناوری ها اونجا برسه که ما بتونیم جهانی بسازیم و در واقع بریم اونجا زندگی کنیم موقعی که لازم شد. عکسی هم که گذاشته بود جالب بود، یه عکسی گذاشته بود شبیه قطره که جهان نوزاد دوباره جهان رو پدید میاره. اون اگه پیدا کنم حتما الان میذارم تا شما توضیحات آخر رو. بله قانون بعدی. بله درسته. اول کتابم من بودم جای میچیو کاکو، این توضیحاتشو میذاشتم اونجا. اینجا گفت اینا رو درسته. بله کنید ببینید جهان داره از همدیگه شکوفه میزنه. اونجا اشاره کرد رفت خوب بود مثلا این توضیحاتو که اینا چجوری از هم شکوفه دارن میزنن از اینجا برمیداشت میداشت اونجا مطابق گذاشته اینجا دیگه. ولی امکان پذیره. یه محاسباتی کردن خیلی جدی نیست. یه فیزیکدانی پیشنهاد کرد یه محاسباتی هست توی جهانهای موازی هم ما به این اشاره میکنیم. منتها بیشتر جهانهای موازی کوانتومی که جهانهای موازی تورمی که فیزیکدان‌ها راجعش صحبت میکنن ناشی از تورم ابدی و چیزی که تو گروه فیزیکدان‌ها میبینید راجبش دارن بحث میکنن، این نوع جهان نیست. جهانی نیست که ما از جهان خودمون بیافرینیم. جهان موازیه که تو اون لحظه‌ای که جهان ما متورم میشه نقاط دیگه اون فضا زمان هم متورم شده باشن. اینجا یک کمی با هم دیگه قاطی شده. میچیو کاکو اینو قاطی کرده واقعا دیگه این دوتا رو با هم و دیگه چاره ای نیست. چرا این کارو کرده؟ به شما هم کلافه کرده ظاهرا. آره دیگه من از این کارش خیلی خوشم. فصل 11 اصلا اگه میتونستم برنامه نمیذاشتی راجبه. خب خوبه که به هر حال گفته بشه. اینا به هر حال اون فرضیاتیه که وجود داره برای آینده و اون حالا چیزی که تو کتاب هست ظاهرا یه جورایی لازم دیده که اینا رو برای یه جور پیش بینی های آینده یا یه جورهای راهی برای آینده گذاشته. به هر حال اون تخیلات همیشه 100% به اشتباه نرفتن. خیلی از مسائل علمی، خیلی از چیزهایی که بعداً نتیجه داده جز همون تخیلات بودن که بعد اومدن یک سری روش کار کردن و به نتیجه رسوندنش. شاید حالا احتمالاً روی این حساب گذاشته توی این فصل که اگر کسایی که دنبالشن برن پیگیری کنند. و حتی خب به قول شما این کتاب مال خیلی وقت پیشه و الان شاید نگاه کردن به با نگاه الان به اون موقع شاید یه مقدار چیز باشه. خودش هم شاید الان اگر دوباره می نوشت این قسمت رو نمیذاشت. شاید هم مثلا الان من اگه ناشر میگه که برام جلسه راجع به این کتاب جهان‌های موازیه دیگه، ناشر میگه اینو یه بازنویسی کن به من. خود میچیو کاکو نکرده دیگه، مثل سرش شلوغه یا یه دلیلی داشت من نمیدونم. میشه ازش پرسید چرا آقا این کتابو دوباره نمینویسی؟ 15 سال ازش گذشته دیگه، موضوعاتش هم جالبه، فرم محتوا هم که گذاشتی کنار هم خوب در اومده، بهترین کتاباته. یه بار بنویسیم 15 سال رو آپدیت کن دیگه. خودش نمیکنه. ما تو فارسی میتونیم این کارو بکنیم. خلاصه اگه من این کارو بکنم این فصل رو اصلاح میکنم، مطالب بهتری میذارم توش. ولی بگذاریم. قدم ششم اتم شکن غول‌پیکره که توضیحاتی میده ما میتونیم اتم شکن‌های خیلی بزرگ بسازیم و باهاش بعداً کارهایی انجام بدیم. قدم هفتم ساخت مکانیک‌های انفجار از راکت بگیرم مفصل راجبش توضیح میده. و قدم هشتم ماشین‌های رپ درایو. اینو بد نیست توضیح بدم چون تو فیلم‌های تخیلی مدام میاد، مخصوصا تو پیشتازان فضا چیزی نسبتاً جدی‌تری هم هست. این یه نوع پیشرانه است. الان ترجمه کردن دوستان من رپ درایو
ولی من الان حضور ذهن ندارم چی ترجمه کردن. ما اون موقع کلمه پیدا نکردیم، همین رفت درایو نوشتیم توی کتاب. ولی فناوریش اینطوریه، ما میدونیم فضا زمان میتونه فشرده بشه یا کش بیاد دیگه. موشک‌های فعلی یا پیشرانه‌های آینده مثل پیشرانه‌های یونی و اینایی که در چشمانداز الان ما هستن، اینا موشک رو هل میدن به جلو تو فضا زمان و این سرعت میگیره. ولی ما شاید بتونیم به جای اینکه توی فضا زمان حرکت کنیم، بیایم جلوی موشک فضا زمان رو فشرده کنیم، پشت موشک یا فضاپیما اینو منبسط کنیم. در این صورت این فضاپیما توی فضا زمان شروع میکنه حرکت، عین حرکت میمونه. چنین کاری مثل وقتی که یه دونه چیزی رو روی پارچه گذاشته باشین، به جای اینکه این شیء رو حرکت بدین، پارچه رو هی بگیرین جلوش رو تا کنین، پشتش رو بکشین از زیرش رد شه. خب بعد چند دقیقه این جسمه روی پارچه حرکت کرده دیگه. این وقت میتونه به سرعت‌های خیلی بالا برسه و به نظر میرسه که یکی از راه‌هاییه که ما سفرهای آینده کیهانی رو خواهیم داشت. عملی اگه تکنولوژی بره بالا، این میتونه به سرعت بالاتر از نور برسه. خب به این ترتیب اینم توضیح میده. قدم نهم استفاده از انرژی منفی آلات فشرده است که اینم توضیح داده و بالاخره انتظار برای گذارای کوانتومی که اونم سادهش اینه که ما میدونیم اتفاقات کوانتومی اونهایی که غیر ممکن نیستن حتما میافتن. یعنی مثلا یک احتمالی وجود داره که الان یه دفعه این کتاب جلوی من بره تو ماه. از نظر کوانتومی این یک اتفاقیه که یک احتمال مشخصی داره، خیلی خیلی کمه و میشه حسابش کرد. میگه وقتی که برسیم به اون موقعی که همه جهان خیلی سرد شده باشه، ممکنه که اون موجودات هوشمند چاره‌ای نداشته باشن برای اینکه صبر کنن این اتفاقات کوانتومی بیفته و ببرتشون به یه جهان دیگه. اون موقع زمان برای اونا خیلی خیلی متفاوته و ممکنه که چنین کاری امکان پذیر باشه. و بالاخره قدم 11 هم که امید آخرشه، عبارت است از فرستادن نانو ربات‌های میکروسکوپی. خب خوشبختانه تموم شد دیگه. خسته نباشید، خیلی خیلی ممنون که لطف کردید. بهتون نوید میدم که فصل 12 رو از دست ندین حتما. با این تعریف هایی که شما کردید حتما فصل خوبی خواهد بود. اگر کسی فیزیکی کتاب‌های متعدد خونده میخواد بیاد کتاب جهان موازی رو بخونه ولی آشنایی داره، اول به این فصل 12 رو بخونید. پس هفته آینده فصل بسیار مهمی داریم. عزیزان حتما برنامه‌ریزی کنن که پنجشنبه هفته آینده ساعت 10 شب به وقت ایران وقتشون رو خالی کنن برای برنامه که آقای عادیان قول‌هایی دادن که قراره تو اون برنامه ما سورپرایز بشیم. من فرمایتون بگم میپردازه به معنای این نظریات فیزیکی و جمع‌بندی ما از اینکه با این دانشی که داریم حالا معنا در جهان چجوری پیدا کنیم. نظریات شکل خوبی ارائه میده. منم خب نظر خودم رو در آخر تقدیمتون خواهم کرد. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم، لطف میکنید و کتاب رو هفته آینده به پایان میرسونیم. حالا امیدوارم که فرصت بشه حتما در رابطه با زبان و موضوعات دیگه که تو این برنامه اشاره شد حتما این برنامه‌های مستقل و جداگانه میذاریم و صحبت میکنیم و تبادل نظر میکنیم حتما، چون دنیای
حتی یه چند تا برنامه گذاشته بودیم در رابطه با زبان به خصوص زبان فارسی که موضوع تکمیلیش رو سعی میکنیم با هم یک برنامه داشته باشیم. اگه به ما خواستم مراجعه کنن توی کانال من یه دونه مقاله من دارم به نام زبان بین‌المللی علم و فناوری، اون زبان فارسی هم نوشته شده، اونجا هم تو اینترنت سرچش کنم متنش رو میتونن بخونن. آقای فرهام عزیزمونم زحمت کشیدن با صدای خوبشون اینو صوتی کردن، صوتیش تو کانال هست، زبان بین‌المللی فناوری. اگه تو این امشب وارد بحث زبان شدیم، من متوجه شدم شما قبلا راجبش صحبت کردید اینجا. آره برنامه داشتیم. جمع‌بندی هایی که من راجب زبان انجام دادم، هم زبان فارسی هم زبان علم و فناوری، و اینکه راجب و ما چی کار باید بکنیم با زبانمون، اونجا به طور خلاصه در 2500 کلمه من نوشتم. میتونیم قبل از سال اینکه وارد بحث بشیم اونم کسایی که مطالعه دارن اونجا هم یه نگاهی بکنن. بله حتما. خیلی عالی، ممنونم. خانم بدی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی زحمت کشیدید و ممنون که مثل همیشه وقت گذاشتید. تشکر میکنم و از همه همراهانم ممنون که تا اینجا با ما بودید. امیدوارم که برنامه مفید شما بوده باشه و مراقب خودتون باشید. امیدوارم که این جنگ و نزاع یه روزی تموم بشه، ولی خب اینا همش آرزوهای پوشالیه، همش میگیم امیدواریم، ولی این امیدواری ما واقعیت رو تغییر نمیده متاسفانه. جاه طلبی ها تمومی نداره. بله خیلی ممنون. ممنون و متشکر. بله تا انسان هست جاه طلبی هست و تا جاه طلبی هست جنگ هست، پس چاره ای نیست، باید راهکارهایی پیدا کرد براش که به حال کمترین ضربه و سختی به انسانیت بخوره. خیلی ممنونم از سردار عزیز، ممنونم. امیدواریم که در هفته آینده هم بتونیم برنامه‌های بهتر و مفیدتری داشته باشیم. از همه عزیزان هم ممنونم که همیشه تحمل میکنن، برنامه‌های ما رو پیگیری میکنن، به اشتراک میذارن و به ما دلگرمی میدن که همچنان این برنامه‌ها رو ادامه بدیم. ممنون، شب خوبی داشته باشید و مرسی و همه دوستان، شبتون بخیر.